بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگویید ما به خداوند و آنچه به ما و به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب و دودمان او وحی شده ایمان داریم و آنچه به موسی و عیسی داده شد و آنچه به همه پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است. ما در میان هیچ یک از ایشان تفریق نمی کنیم و ما به خداوند تسلیم هستیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر ایشان به مانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آورند پس ایشان واقعا رهیاب شده اند. اگر سرپیچی کنند پس ایشان واقعا در شقاق یعنی از حق جدا شده اند و زود باشد که خداوند شر ایشان را از تو باز دارد و اوست شنوای دانا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. رنگ خدایی و کیست که از خدا رنگ بهتر داده بتواند و ما تنها او را عبادت می. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا شما در شان خداوند با ما منازعه می کنید در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما مسئول کردار خود هستیم و شما هم مسئول کردار خود و ما به او مخلصیم.